پشتی کو شورشا سوریه د سالا 2011 ده دست پیکر گرجی و ناکوکی نافورا ترکیه و رژیما سوریه ده درست بون و پیوندی هاتن برین و جوی دمه و ترکیه دجی رژیما اسد درکت و داخوازا راکرنا بشار الاسد سروکی رژیما سوریه لسر دست هلاته دکر. نها و پشتی بهتری 11 سالان لسر برینا پیوندیان هولتین دان کو نیزیکبونک نافورا هردو آلیان بناف بینکاریا روسیا درست ببا و پیوندین هردو آلیان وگرن وکبره. جبو ویمه بسته یکم جوینا فرمی نافورا ترکیه و رژیما سوریه بناف بینکاریا روسیا الموسکو د داویا سالا 2022 ده هاتا انجام دان. جبلی بردوامیا جوین و هفدیتنا نافورا رژیما سوریه و ترکیه لسر آستا سیخوری کو جوینین سیخوری نافورا هردوان دا نهاتنه برین و هینجی بردوامن. درباری لیدوانن برپرسیارن ترکیه لسر وین نزیک بونه روزانه برپرسیارن ترکی داخویانی و لیدوانان ددن. بیکو آلیه رژیم اسد تو لیدوانان بدا. و یکم داخویانی بشویه کی فرمی دهج آلیه سروک رژیم سوریه بشار الاسد درکت و تیدا اسد مرج خواهش کرکر. سروک رژیم سوریه ده پنچمه د داخویانی خود گوت هفدیتنین رژیم سوریه و ترکیه بناف بینکاریا روسیه داکو برهمدار با دویل سر بنگها بداویانینا داگیرکاریا ترکیه با و گوت هفدیتنین کولگل ترکیه تینه کرن جبو کو برهمدار با دویل سر بنگها هماهنگیه و پلانا پیش وقت یا سوریه و روسیه ورا آوا کرن و ارمانجین خو پیک بینن و انجامک دیار کری بدست بخا. سروک رژیم سوریه سربار کرو گوت دوی هفدیتن لسر بنگه و پرانسیپ نشتیمانی نگور یا دولت و گل سوریه ورا دامزراندن و تکزی لسر بداوی آنینا داگیرکریا ترکیه و راوستاندنا پشتوانیا ترور بکن. جالی خوفجی وزیر درو ترکیه مولود چاویش اوگلو جروجناموانان راگهاند کو اگر هیا لگل هفشان خوا وزیر درو رژیم سوریه فیصل المقداد بجوا دسر مها بیدا و گوت تا نها روژا انجامدانا جوینه نهاتیه دست نشان کرن. لسر درستبونا نزیکبونه ناورا ترکیه و رژیما سوریه اوه دوم جارا امریکا تیسر هیله و هلوستا خوا دیار دکا. او جی بریا بردفک وزارت خویا دروا. نیت برایس بردفک وزارت درویا امریکا راگهاند کو سروک رژیما سوریه بشار الاسد گلک تاوان و بنپیکرنه نمرووی در حق سوریان دا انجام دانا. و امریکا وید سزادانا رژیم اسد دا لسر وان تاوانان بردوام با و بریارا 22 و 54 جیب که جبو بداویانینا شر لسوریه. هر وها وزارتا درویا امریکا دا خواز جهوالبند و هفبارن خوکر که تجاری پیوندین خواب رژیم اسد را آسایی نکن و گوت امریکا قد پیوندین خواب سروک رژیم سوریه را بشار الاسد آسایی نکا و ده همان دمه دا ناخوازد تو ولاتک جی پیوندین خواب رژیم سوریه را باش بکن و آسایی بکن. پیش چند روزان امریکا به همان شیوهی و به همان گوتنان هلوستا خو نشان دابو و آسایی کرنا پیوندیان لگل رژیم اسد رد کربو و داخواز جوالاتن جیهان کربو که پیوندین خواب رژیم را باش نکا. جبر کو بشار الاسد نهی جای دوباره وگراندنا پیوندیانا.